حد تانژانت 2x ضرب در تانژانت 3x ضرب در تانژانت 4x تقسیم بر x به توان 3 وقتی که x به 0 میل کنه رو میخوایم حساب کنیم. اگر به x 0 بدیم تانژانت 0 0 صورت 0 میشه، مخرج 0 میشه و 0 0 رو مبهمه. حالا واسه رفع ابهام از قضیه قبلی استفاده میکنیم، اون چیزی که در صفحه قبل گفتیم. ما تانژانت 2x رو داریم، یه 2x در مخرج بنویسیم و صورت رو هم در یه 2 ضرب میکنیم. الان 2 صورت با 2 مخرج ساده میشه تانژانت 2x تقسیم بر x. در واقع به جای x به توان 3 میخوایم بگیم x ضرب در x ضرب در x. و همچنین به جای تانژانت 3x مخرج 3x میذاریم و صورت هم یه ضرب در 3 میکنیم که اون 3 صورت با 3 مخرج ساده بشه. و همچنین واسه تانژانت 4x هم مخرج 4x میذاریم و صورت هم یه ضرب در 4 اضافه میکنیم. حالا با توجه به مسئله قبل یا با توجه به نکته‌ای که در صفحه قبل گفتیم، حد تانژانت 2x تقسیم بر 2x وقتی که x به 0 میل کنه برابر با 1 میشه. چون وقتی که x به 0 میل کنه 2x هم به 0 میل میکنه. در این واقع تانژانت کمان تقسیم بر کمان داره به 0 میل میکنه مساوی با 1 میشه که اون قسمت‌هایی که به شکل مربع قرمز مشخص کردیم حد اون توابع وقتی که x به 0 میل کنه مساوی 1، پس حاصل حد میشه 2 ضرب در 3 ضرب در 4 برابر با 24. اما یه روش دیگه هم میتونیم بگیم، حد تانژانت کمان وقتی که کمان به 0 میل کنه هم عرض با خود کمانه و همچنین حد سینوس یک کمان وقتی که کمان به 0 میل کنه هم عرض با خود اون کمان هست. حالا ما میتونیم بیایم بگیم که حد تانژانت 2x ضرب در تانژانت 3x ضرب در تانژانت 4x تقسیم بر x، چون x به 0 داره میل میکنه پس کمان 2x هم به 0 میل میکنه. نتیجه میگیریم که تانژانت 2x هم عرض با 2x میشه، تانژانت 3x هم عرض با 3x میشه، تانژانت 4x هم عرض با 4x میشه. حالا اینو تقسیم بر x که بکنیم حاصل 24 میشه. قضایای پیوستگی. قضیه 1: اگه دو تا تابع f و j در نقطه مانند x پیوسته باشند، در این صورت جمع، تفاضل و حاصل ضرب این دو تا تابع هم در نقطه x پیوستند و همچنین خارج قسمت این دو تا تابع مثلا f j با فرض این که به ازای x ها j x صفر نشه در نقطه x مساوی x پیوسته میشه. قضیه 2: اگه تابع fx در نقطه x پیوسته باشه، در این صورت کا fx که کای عدد حقیقیه این تابع هم در x پیوسته است. قضیه 3: اگه تابع fx در نقطه x پیوسته باشه، در این صورت تابع قدر مطلق fx هم در x پیوسته است. اگه تابع fx برای همه مقادیر x متعلق به یک فاصله مثبت باشه و در نقطه x که از اون فاصله است پیوسته باشه، در این صورت تابع رادیکال fx هم در نقطه x پیوسته است. قضیه 5: اگر تابع fx یا اگر تابع jx در نقطه x پیوسته باشه و تابع fx در jx پیوسته باشه، در این صورت تابع f و jx هم در نقطه x پیوسته است. نتیجه: اگر چند تابع در یک نقطه پیوسته باشند، مجموع، تفاضل و حاصل ضربشون هم در اون نقطه پیوسته است. 2. تابع های چند جمله‌ای یا کثیرالجمله ها در هر نقطه پیوستند. 3. تابع های رادیکالی با فرضیه فرد در هر نقطه از دامنه تعریفشون پیوستند. 4. توابع رادیکالی با فرضیه زوج در هر نقطه از دامنه تعریفشون که مقدار زیر رادیکال مثبت باشه پیوستند. 5. هر تابع کسری گویا به شکل fx مساوی px بر روی qx به ازای همه عدد حقیقی به جز x هایی که مخرج رو صفر میکنه پیوستن. به عبارت دیگه توابع کسری گویا روی دامنه تعریفشون پیوسته است. 6. توابع قدر مطلق در هر نقطه از دامنه تعریفشون پیوسته هستند. 7. توابع سینوس x و کوسینوس x در هر نقطه از دامنه تعریفشون پیوسته هستند. پیوستگی در یک فاصله. تابع f رو در فاصله باز آ تا ب پیوسته میگیم هرگاه برای همه مقادیر x متعلق به این فاصله اون تابع پیوسته باشه. 2. تابع f رو در فاصله بسته آ تا باز ب پیوسته است هرگاه
اولا این تابع در فاصله باز آ تابع پیوسته باشه و همچنین این تابع در نقطه x مساوی آ پیوستگی راست داشته باشه. 3. تابع f در فاصله باز آ تا بسته ب پیوسته است هرگاه این تابع اولا در فاصله باز آ تابع پیوسته باشه، ثانیاً این تابع در نقطه x مساوی ب پیوستگی چپ داشته باشه. 4. تابع f رو در فاصله بسته آ تابع پیوسته میگیم هرگاه اولا این تابع در فاصله باز آ تابع پیوسته باشه، ثانیاً تابع در نقطه آ پیوستگی راست و در نقطه ب پیوستگی چپ داشته باشه. مقدار b و n رو طوری به دست بیارین که حد 3 منهای ب در x2 منهای 2 بر روی 2x به توان n منهای 3x منهای 2 وقتی که n به مثبت بینهایت میل میکنه 1 باشه. خب حد این رو که حساب کنیم بعد از ساده کردن صورت میشه 3 منهای ب در x2 منهای 6 به اضافه 2 ب بر روی 2x به توان n منهای 3x منهای 2. وقتی که حد این تابع در مثبت بینهایت بخواد 1 بشه، ضریب x2 در صورت که 3 منهای ب هست و ضریب x به توان n که اینجا n هم باید با درجه صورت یکی باشه، یعنی n باید 2 باشه و ضریبش هم که 2 هست باید یکی بشه، یعنی n 2 باید بشه چون درجه صورت و مخرج یکی بشن و ضریب ها هم با هم برابر باشن، یعنی 2 دوم بشه. پس 3 منهای ب هم باید 2 باشه. از اینجا ب میشه 1 و n میشه 2. آ ب رو طوری به دست بیارین که تابع زیر در نقطه x مساوی 2 پیوسته باشه. خب f2 1، حد راست در نقطه 2 منهای 2 منهای 1، حد چپ در نقطه 2 4 به منهای 3 هست و برای اینکه پیوسته باشه باید حد چپ و راست با مقدار تابع یکی بشن. در واقع حد تابع با مقدار تابع باید برابر باشه که از اینجا آ میشه -1 و b برابر میشه با 1. پیوستگی تابع fx مساوی رادیکال x منهای 1 بر روی x2 منهای 1 برای x های مخالف 1 و برای x مساوی 1 2 باشه مقدار fx. پیوستگی این تابع رو در نقطه x مساوی 1 میخوایم بررسی کنیم. اولا f1 2، حد تابع رو در نقطه 1 حساب میکنیم که حد تابع در نقطه 1 1/4. چون حد تابع با مقدار تابع در نقطه 1 برابر نیست، پس این تابع در نقطه x مساوی 1 پیوسته نیست. فاصله پیوستگی توابع زیر رو میخوایم مشخص کنیم. تابع y مساوی رادیکال منهای x2 به اضافه 4x. این تابع در دامنش پیوسته است. دامنش میشه بازه بسته 0 تا 4. تابع fx مساوی x2 به اضافه 2x منهای 1. این تابع خطی روی r پیوسته است. پس فاصله پیوستگیش میشه r، یعنی از منهای بینهایت تا مثبت بینهایت. تابع gx مساوی x منهای 2 بر روی رادیکال x به اضافه 3. این تابع در دامنش پیوسته است، یعنی x به اضافه 3 باید بزرگتر از 0 باشه یا x بزرگتر از منهای 3. پس فاصله پیوستگی میشه بازه باز منهای 3 تا مثبت بینهایت. تابع hx مساوی x بر روی 2x منهای 4. این تابع در دامنش پیوسته است. ریشه مخرج که 2 میشه، در نتیجه این تابع در r منهای 2 پیوسته است، یعنی از منهای بینهایت تا 2 اجتماعش با بازه باز 2 تا مثبت بینهایت. طول نقاط ناپیوستگی توابع زیر رو مشخص کنید. تابع fx مساوی 2 بر روی x2 منهای 4 در ریشه‌های مخرج ناپیوسته است، یعنی در مثبت یا منفی 2. تابع fx مساوی 3x به اضافه 2 بر روی x2 به اضافه x منهای 2. این تابع هم در ریشه‌های مخرج ناپیوسته است و ریشه‌های مخرج یکی منفی 2 و یکی هم 1. تابع مقابل در چه نقاطی ناپیوسته است؟ خب در ریشه‌های مخرجش ناپیوسته است، یعنی 4 منهای 2. در صورتی که fx به اضافه 3 مساوی x2 منهای 4 بر روی x به اضافه 1 باشه، حد fx وقتی که x به 4 میل میکنه رو میخوایم حساب کنیم. ما اینجا fx به اضافه 3 رو داریم و حد fx رو میخوایم. اول باید fx رو به دست بیاریم. x به اضافه 3 رو فرض میکنیم t باشه، پس x میشه t منهای 3. حالا در تابع fx به اضافه 3 مساوی x2 منهای 4 بر روی x به اضافه 1،
به جای x به اضافه 3 t و به جای x t منهای 3 قرار بدیم. بعد از ساده کردن f t میشه t به توان 2 منهای 6 t به اضافه 5 بر روی t منهای 2 که به جای t میتونیم از x استفاده کنیم. پس f(x) میشه x به توان 2 منهای 6x به اضافه 5 بر روی x منهای 2. حالا ما در صفحه بعد میایم حد این تابع f(x) رو وقتی که x به 4 میل میکنه رو به دست بیاریم. در این صورت حد تابع f(x) وقتی که x به 4 میل میکنه، یعنی در اون تابع f(x) به جای x بذاریم 4 که مقدار -5 دوم به دست میاد.